بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک ما درسای خود را دوام میدهیم معاون الله سبحانه و تعالی از کتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة، یعنی سرآغاز مفید آیید توحید و فقه و عقیده از آن شیخ علامه ابو عبد الرحمن یحیی ابن علی حجوری حفظه الله تعالی. درس ما آغاز می‌یابد تحت سؤال 12 آنجا که شیخ می‌فرماید فاذا قیل لك ما تعلق تصویر ذوات الارواح بالشرك، فاذا قیل لك فما تعلق تصویر ذوات الارواح بالشرك، یعنی پس اگر تو را پرسند صورتی جاندارها را گرفتن به شرک چی تعلق دارد، چی یعنی که این شرکش میگوین اینه، فقل ان التصویر خلق يكون به المصور مضاهيا ومشاركا لله عز وجل في ذلك. خب پس در جواب چنین بگو هر آینه صورت گرفتن آفرینش است که با آن صورتگیر خود را با الله در آن شریک و مانند قرار داده خواهد داد، یعنی که و خودش با الله مانند کرده است. فهمیدید؟ و دلیل حدیث عائشه رضی الله عنها، هي عائشه بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، صح؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، ودليل حديث عائشة رضي الله عنها که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین فرمود اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، متفق علیه. هر آینه اشدی ترین عذاب در روز قیامت برای آن مردم است که ایشان خویش را یعنی خودشان را در آفرینش الله مانند میکنند، شباهت میکنند. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. و حدیث ابی هریره رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و علی آله و سلم قال قال الله تعالی، و حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین گفت الله تعالی فرمود و من اظلم ممن ذهب یخلق كخلقی، متفق علیه. این حدیث قدسی میگوید کیست ستمگارتر از کسی که در آفریدن مانندی آفریدنی من قصد میکند. حدیث متفق علیه است. نعم، نكتفي ونقرأ هكذا. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى فإذا قيل لك فما تعلق تصوير ذوات الأرواح بالشرك، فقل إن التصوير خلق يكون به المصور مضاهيا ومشاركا لله عز وجل في ذلك. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، متفق عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب قصد يخلق كخلقي، متفق عليه. نكتفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.